بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و اجعلنا من انصاره و اعوانه. جهت سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولی عصر امام زمان علیه السلام و همچنین به عنوان عرض تبریک به ساحت مقدس آن بزرگوار صلواتی ختم بفرمایید. عرض سلام و ادب و احترام به حضور یکایک عزیزان، آقایان و بانوان ارجمند. عید مبعث رسول گرامی اسلام، پیامبر اکرم، نیر اعظم افق نبوت، حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم را به حضور یکایک شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. خدا رو سوگند می دهیم به عظمت عید مبعث پیامبر اکرم که خدا عیدی حقیقی همه ما رو در این ایام ظهور و فرج امام زمان علیه السلام مقدر بگرداند و دل وجود نازنین اون حضرت رو به مژده فرجشون و ظهورشون شاد و خرسند بدارد و هر کس به هر امید و به هر حاجتی مادی یا معنوی، دنیوی یا اخروی شرکت کرده یا چراغ این محفل رو برافروخته، خدا حاجت همه را برآورده به خیر بگرداند. سمبل و نماد گذشت و ایثار و مهربانی و فداکاری پدر و مادرند. هر جا صحبت از فداکاری و ایثار میشه، گذشت میشه، مهربانی میشه، از دهان خود گرفتن و به دهان فرزند گذاشتن میشه، معمولا از پدران و مادران یاد میشه. خدا انشالله همه اون رفتگان رو از پدران و مادران، پدر بزرگها، مادر بزرگها غریق رحمت کنه و اونایی که در قید حیاتن سلامت بداره، توفیقات بیشتر در پناه امام زمان علیه السلام کرامت کنه و طول عمر بده. سمبل و نماد محبت و عاطفه هستند. پدر سمبل حمایتگری، پشتیبانی نیرومند و قوی که وقتی انسان او رو در کنار خودش احساس میکنه باورش اینه یا حس و حالش اینه که پشتم به کوه بنده، پشتم به کوه بنده. هر خطری، هر آسیبی، هر چاهی در مسیر باشه، پدر با تجربه سرد و گرم چشیده روزگار پخته او رو زودتر در میابد، به من تذکر میده، راه و چاه و نشان میده، محاسنش سپید شده، موی سرش سپید شده، دلسوز منه، شفیق منه، همراه منه و اون روایات عجیب و غریبی که در مورد عظمت و محبت پدران و مادران تو روایات تذکر دادن واقعا ممتاز و عجیبه. این پدر جسمانی خاکی مادی دنیای ماست، پدری که حاضر هر جور بلایی رو تحمل بکنه، ایثارگری کنه، فرزندش کمترین آسیبی نبینه. چند سال پیش یادمه این خاطره خیلی برام تکرار دهنده بود. چند سال پیش توی یکی از این کشورها که حالا خاطرم نیست نامش چی بود، روی این پل‌های طبقاتی به همدیگه نصب شده و بالای هم آمده، گزارش خبری بود که یه مادری فرزندش رو، فرزند کوچیک مثلا شیرخوارش رو در آغوش گرفته بود و در کنار گذر یا پیاده رو حرکت میکرد. یه ماشین سنگینی، حالا تریلی چنین و چنان، وقتی حرکت کرد فشار هوا و فشار باد یه جوری بود که حالا نمیدونم با چه مکانیزمی اتفاق افتاد، این مادر که در آغوشش فرزند شیرخوارش بود از بالای ارتفاع پرتاب شد به سمت زمین افتاد. در حالی که مادر رو یافتن، این فرزند شیرخوارش رو در آغوشش سفت و محکم گرفته بود، مادر خرد و خمیر شده بود، له شده بود، کوبیده شده بود و خب روشن جا به جا از دنیا رفته بود. در حالی که این شیرخوار در آغوش مادرش گریه میکرد، به زحمت قفل دستان مادر رو گشودن، به زحمت این قفس دستان مادر رو باز کردن و فرزند شیرخوار رو از آغوش او جدا کردن. مادر از بین رفته بود اما فرزند در آغوش مادر سالم مانده بود و در حال گریه بود. یا زیر آوار آتش خدای ناکرده ممکنه یه پدری، بلکه همین جور نوعن، حاضر خرد بشه، کوبیده بشه، بسوزه، آتش بگیره، البته خدای ناکرده
ولی فرزندش کمترین آسیبی نبینه. از خیابان دارن عبور میکنن، پدر حاضر سریع بدوه وسط خیابان، خدایی نکرده گرفتار بشه، له بشه، کوبیده بشه، خدایی نکرده، اما فرزندش کمترین آسیبی نبینه. و این از معجزات و آیات پروردگاره، این از نشانه های بزرگ خداوندی است که خدا چه عاطفه ای رو در سینه پدر و مادر قرار داده که نسبت به فرزند این گونه هستند. تازه این پدر و مادر صلبی، جسمانی، مادی، خاکی دنیای ماست. اما من و شما پدری داریم که میلیاردها میلیارد برابر عاطفه پدریش از این پدر هم بیشتره که از آیات و نشانه‌های خداست. این عاطفه و محبت، اون پدر پدری است که اصلا محبتش قابل قیاس نیست با پدر و مادر صلبی خاکی. پدر و مادر دنیای ما صاحب این عاطفه‌اند، صاحب این مهر و مهرورزی‌اند که عرض میکنم واقعا از اعجاز هاست، آیات خداست، نشانه های خداست. و اون پدر حجت خداست و اون پدر ولی خداست. و امشب شب مبعث خاتم الانبیا و این ایام بعثت رسول خدا پیامبر اکرم باید برای من و شما یادآور یه عبارتی از خود رسول خدا باشه که پیغمبر اکرم فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی دو پدر این امتیم. تعهد و مسئولیت پدر نسبت به فرزندش، همین پدر مادی دنیا چقدره؟ میلیارد میلیارد برابر، اصلا قابل قیاس نیست. اون پدر نسبت به حال امتش نگران و دلسوزه، مهربان و مهرورزه. لحظات پایانی حیات رسول خدا بود، همین آقایی که در مبعث و بعثت او من و شما به جشن نشستیم و به شادی نشسته ایم، لحظات آخر حیات رسول خدا بود. طبق نقل حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها عرضه داشتن پدر جان یا رسول الله، من شنیدم که دست کم و لااقل هر پیامبری یک دعای حتما مستجاب داره. معناش این نیست که بیش از یک دعای پیغمبران مستجاب نیست، یعنی لااقل و دست کم یک دعای حتما مستجاب خواهد داشت. پدر جان یا رسول الله، من نشنیدم یا ندیدم که شما این دعاتون رو به قول من این بلیتتون رو استفاده فرموده باشید. رسول خدا دیده گشود، مال ساعات پایانی حیات پیامبره. فرمودن فاطمه جان، در میان همه انبیا و پیامبران تنها پیغمبری که این فرصتش رو نگه داشت، به قول من ذخیره کرد برای روز قیامت، منم فاطمه جان. در میان 124,000 پیغمبر منهای یک، اون پیغمبری که این فرصت رو ذخیره کرد منم فاطمه جان. فاطمه جان فردای قیامت به تعبیر من به رخ خدا خواهم کشید که تنها پیغمبری که این فرصت رو نگه داشت و ذخیره کرد من بودم. فاطمه جان اون روز خدای متعال خطاب می کند حبیب ما ای خاتم الانبیا، امروز هرچه بخواهید در قبال اون فرصت به شما کرامت می کنیم. امروز در مقابل اون فرصت هرچه که بخواهید. پیامبر اکرم طبق مضمون نقل خواهد فرمود که این فرصت هم رو ذخیره کردم برای شفاعت و دستگیری از امت گناهکارم. این همون آیه قرآنی است که آشنا هستید، ولسوف یعطیک ربک فترضی، که در روایات هست بعضی گفتن این ارجا آیه قرآن کریمه، یعنی امید بخش ترین آیه قرآنی، چون آیات امید و امیدواری و امید بخشی در قرآن کریم متعددن. مثلا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا سیئات نامه عمل بعضی رو تبدیل به حسنات خواهد کرد. ولی بعضی گفتن ارجا آیه قرآنه، یعنی امید بخش ترین آیه قرآنی همین آیه باشه. چرا؟ ولسوف یعطیک ربک فترضی، چون این پیغمبر مهربان اونقدر دلسوزه و اونقدر پدره. سخن در مورد پدری خاتم الانبیا، پدری امیرالمؤمنین و امروز پدری صاحب الزمان سلام الله علیه، اونقدر این پدران مهربان و مهرورزه. مگه میشه برادر من، خواهر من، تا یه علی دوست گرفتار در صحرای محشر باشه، خدا خدا بزنه، گرفتار باشه و این رسول رحمت
که رحمت للعالمین، نه فقط برای مسلمین، نه فقط برای شیعیان امیرالمؤمنین، رحمت للعالمینه. مگه میشه این پیغمبر خدا بی تفاوت از کنار او عبور کنه؟ مگه میشه همچین چیزی؟ او رحمت للعالمینه، رحمت للعالمین. و تا یه علی دوست گرفتار باشه مگه میشه او رو رها کنه و بره؟ این صحنه که از صحنه‌های رحمت رسول خداست. فاطمه جان، تنها پیغمبری که این فرصت رو ذخیره کرد من هستم. به تعبیر من به رخ خدا خواهم کشید و اون روز شفاعت از عصات یعنی معصیتکاران امتم. پدر کارش نجات فرزنده. پدر کسی است که خطا رو فرزند مرتکب میشه اما او گردن کج میکنه، سر به زیر میاره. به تعبیر بنده شیشه رو بچه با توپ زده شکسته. پدر سرخم میکنه، پدر عذرخواهی میکنه، پدر خسارت میده، پدر حلالیت میتره، حتی پدر ابراز شرمندگی و پشیمانی میکنه. سر استغفارهایی که از رسول خدا و اهل بیت رسیده یکی از رازهاش همینه. خیلی وقتا سوال میکنن، میگن آقا سر استغفارهای معصومین علیهم السلام چیه؟ اونا که نه گناه میکنن، نه فکر گناه میکنن، نه حتی در اعتقاد فرهنگ شیعی ما این 14 نور پاک ترک اولا هم مرتکب نمیشن. یعنی همیشه بهترین رو انجام میدن، حتی به راضی نمیشن، بهترین رو انجام میدن. تا زمانی که بهترین گزینه هست بهترین رو انجام میدن، خوب انجام نمیدن، بهترین رو انجام میدن. گناه نمیکنن، فکر گناه نمیکنن که جای خود محفوظ، یعنی به قول خودمون ترک اولا هم مرتکب نمیشن. وقت این خاندان سر استغفارهاشون چی بوده؟ یا در مورد خود خاتم الانبیا که این ایام رسول الله، ایام خاتم الانبیا، مبعث پیامبر اکرمه. و استغفر لذنبک یعنی چی؟ یا رسول الله استغفار کنید برای ذنبتون، استغفار کنید برای ذنبتون یعنی گناهتون. پیغمبر خدا که معصومن، جهاتی داره که چرا رسول خدا موظفن به استغفار کردن و چرا رسول خدا خودشون رو موظف میبینن به استغفار کردن. جهات مختلف عدیده ای داره. حالا یه جهت و زاویه‌شو من الان دارم بحث میکنم و اون است که ذنب و گناه امتشون رو ذنب و گناه خودشون میشمرن. همین مثال ساده کودکانه‌ای که در حد خودم بود و محضر شما عرض کردم، شیشه رو بچه شکسته، خرابکاری رو این فرزند انجام داده، اما پدره که سرخم میکنه، پدره که عذرخواهی میکنه، پدره که حلالیت میطلبه، پدره که خسارت میده. و انشالله به تدریج در موردش گفتگو خواهیم کرد. وجود مقدس امام زمان علیه السلام هم همین جورن. مگه نشنیدیم ماجرای سرداب مقدس حضرت ولی سلام الله علیه؟ حتما بارها شنیدید و چقدر هم تکون دهنده است که مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه میفرماد شب جمعه یا سحر جمعه من از پله های سرداب پایین میرفتم در حالی که صدای محبوب و آشنا رو شنیدم. خب شما میدونید مکرر مرحوم سید رضوان الله علیه خدمت امام زمان علیه السلام شرفیاب شده. میگه من با تون صدای حضرت، طنین آوای حضرت، لحن کلام امام زمان علیه السلام آشنا هستم. میگه همینجور که از پله های سرداب پایین میرفتم صدای محبوب آشنا رو شنیدم. صدای ولی عصر بود که در شب جمعه یا سحر جمعه مناجات میکرد و استغفار میکرد. مضمون تعبیرها این مضمون بود: خدایا اللهم ان شیعتنا، خدایا شیعیان و دوستان ما، خلقوا من فاضل طینتنا، از اضافه گل ما آفریده شدن. یعنی به تعبیر من به ما نسبتی پیدا میکنن، وصله ما هستن، ولو به تعبیر من وصله ناجور باشه، وصله ناجنس باشه، اما به ما نسبت دارن، به ما ارتباط دارن، به ما انتساب دارن. لقد فعلوا ذنوبا کثیره، بعضی از شیعیان و دوستان ما گناه زیاد مرتکب شدن، یا زیاد گناه مرتکب شدن. اتکالا علی محبتنا و ولایتنا، همه تکیهشون
و تکیهگاهشونم محبت و ولایت و دوستی ماست. به قول خودمون دلشون خوشه که از دوستانمان، دلشون گرمه که از دوستان و شیعیان و ارادتمندان ما هستن. خدایا اگر کار گناهانشون به جایی رسیده که دیگه امید آمرزشی وجود نداره، دیگه جای مغفرتی نیست، از حسنات من حجت ابن الحسن بردار، بر سیئات نامه عمل اونها بگذار و به خاطر ما اونها رو بیامرز، و بالاتر از حسنات من حجت ابن الحسن بردار، بر سیئات نامه عمل اونها بگذار و اونها رو بیامرز. چه کسی انجام میده این کار رو جز پدر؟ کیه که این کار رو انجام بده جز پدر؟ خطا رو فرزند کرده، اشتباه او کرده، عمد و غیر عمد او مرتکب خطا و لغزش شده، اما پدره که گردن کج میکنه، میگه خسارتش رو من میدم. حالا من تعبیر پدر میکنم از زیغ کلامه، یعنی ما اصطلاح دیگری نداریم. انا و علیون ابوا هذه الامه، امشب و این ایام بعثت پیامبری است که خودش و علی رو دو پدر مهربان این امت دانسته. ابوا هذه الامه، دو پدر این امت هستیم، هم آقا رسول گرامی و هم آقا امیرالمؤمنین که یک حقیقتن و از هم جدایی ناپذیرن. انا و علیون من شجرت واحده و سائر الناس من شجر شتا. پس این که به رسول خدا خطاب می شود استغفر لذنبک، برای گناه طلب مغفرت کن و استغفار کن یا رسول الله، جهت عمدش همینه. البته عرض کردم حکمتهای دیگه ای هم داره که چرا معصومین و رسول خدا موظف شدن به استغفار کردن، دستور رسیده که استغفار کنید. اما یک جهت قابل توجهش همینه که ذنب و گناه امت، خب چرا تعبیر شده به گناه خودت؟ باز از آقای امام صادق سلام الله علیه ذیل همین آیات و روایات باز توضیح در همین جهت داریم. خب میشد مستقیم دستور بدن که برای گناه امتتون طلب مغفرت کنید. چرا؟ داریم جاهای دیگه هم هست که رسول خدا دست به استغفار بلند میفرمود، برای گناهان امتش به صراحت طلب مغفرت میکرد. اما اینجا یه عاطفه‌ای در اون نهفته است، یعنی عزیز خودش میداند امتش را، همون کمالی که در پیغمبر اکرم بوده و بعضی وقتا مورد گلایه انبیاء دیگه بوده، مثل حضرت یونس علی نبینا و آله و علیه الصلاة و السلام. من نمیخوام چندان طولانی صحبت کنم و شما رو خسته کنم، بنابر اختصار و خلاصه گویی است. اما ما داریم که بعد از در واقع نفرینی که حضرت یونس علیه السلام نسبت به امتشون داشتن، اون همه تلاش و کوششی که حضرت یونس علیه السلام داشت و بعدم دل او رو شکستن و بعدم او دست به نفرین بلند کرد، نمیگم تعبیر گلایه و یه همچین گوش زدی خدای متعال به حضرت یونس داشت که تو نفرین کردی، تو رو هم آزردن، به قول من حقم با تو بود، این امت خیلی تو رو رنجاندن، اما اینام خلق من بودن، اینام عیال من بودن، من خدا، یعنی عزیز من بودن، یعنی منسوب به من بودن، یعنی مورد علاقه و محبت من بودن. چون خدای متعال نسبت به بندگانش میفرماد الخلق و عیالی، بندگان من مثل عیال و خانواده من میمونن، کنایه از این که عزیز من هستن و برای من عزیز شمرده میشن. تو نفرینشون کردی. ولی این کمال رسول خدا عجیبه، این همون پدری پیامبر اکرمه. انا و علیون ابوا هذه الامه، که خلاصه به قول من شعار این مجلس و محفل ماست، این پدری جامع پیغمبر و همچنین آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه. و ما باورمون اینه که تمام این کمالات از رسول خدا به آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه منتقل شده، الا اینکه امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه پیغمبر نیستند و امامند و وصی و جانشینند، نبی نیستند. انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، که شما به عنوان حدیث منزلت حتما او رو میشناسید. رسول خدا فرمود علی جان انت منی به منزلت هارون من موسی، منزلت و جایگاه شما نسبت به من خاتم الانبیا منزلت و جایگاه جناب هارون است نسبت به موسی، الا منهای این نکته که انه لا نبی بعدی، منهای این تفاوت که بعد از من دیگه پیغمبر نیست
وصیست به جای نبی. و آقا امیرالمؤمنین در همه جهات اتصال به رسول خدا، اصلا یک شجرن و یک حقیقتن. رسول خدا و امیرالمؤمنین جالبه در این داستان ابوت و پدری هم مانند همند. انا و علی ابوا هذه الامه. از همون ابتدا جالب آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه قاصعه که طولانی ترین و مفصل ترین خطبه آقا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه هست، خطبه قاصعه یعنی محکم و کوبنده و استوار، اونجا رسول خدا نسبت به امیرالمؤمنین چنین فرموده بودند، یعنی نقل و گزارشی است که پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین چنین فرموده: کنت تسمع ما اسمع و ترا ما ارا. علی جان شما میشنوی آنچه من خاتم الانبیا میشنوم، ولو در غار حرا و نزول جبرئیل. تسمع ما اسمع، علی جان شما میشنوی آنچه من پیغمبر میشنوم، و ترا ما ارا، شما میبینی آنچه من خاتم الانبیا میبینم. این کمالات در کنار هم بوده. این شأن پدری، ابوت و دلسوزی نسبت به گناهان امت، نسبت به گرفتاری هاشون، حتی نسبت به تنگی معیشتشون. یکی از چیزهایی که من و شما باید توجه داشته باشید، شما که توجه دارید باید در حق منم دعا کنید، منم توجه پیدا کنم. پدری رسول خدا، پدری آقا امیرالمؤمنین، این با دوره حیاتشون آقایون و بانوان تمام نمیشه، بعد از دوره حیاتشون هم ادامه داره. یه پدر ولو از عالم دنیا برود، حالا بسته به این که روحش چقدر آزادی داشته باشه، به قول ما بعد از مرگ چقدر دستش باز باشه، چون آزادی روح ها بعد از مرگ متفاوته و فرق میکنن افراد با هم دیگه، درجاتشون متفاوته. در بسیاری از موارد فرد از دنیا میره دستش بازتر میشه نسبت به دوره حیاتش، دعا کنه، چیزی بخواد برای فرزندانش. رسول خدا، پیغمبر اکرم، آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ما که یقینا میلیارد اصلا قابل مقایسه نیست، دستشون بازه ولو بعد از دوره حیات مادی دنیاییشون. این پدریشون همچنان برقراره. خدا رحمت کنه همه ذوی حقوق و حقدارانمون رو. استاد بزرگوار ما مرحوم آقا افتخارزاده رحمت الله علیه که بعضی از شما به نیکی ایشون رو خوب میشناختید، خوب من طلب مغفرت کنم و از ایشون یاد بکنم. یه صحنه و خاطره‌ای داشتن در عرضم به حضور شما صفه، یعنی خدا روزی کنه انشالله با هم دیگه مدینه منوره مشرف باشیم، در روضه نبوی. جالب خاطره مفصلی که حالا الان فرصتش نیست، فقط در حد ذکر خیر خواستم بگم که تا نشستم ایشون میفرمودن در صفه و مشغول نماز شدم. اونایی که مشرف بودن میدونن صفه در روضه نبوی و حرم رسول خدا کدوم جایگاهه. تا نشستم و شروع کردم به صحبت کردن که یا رسول الله الا تأکل معنا، پیغمبر اکرم به سرعت محبتی رو جلوه کردند و به من نشان دادن. یعنی چه الا تأکل معنا؟ میخوام بگم این پدری و محبت و مهرورزی پیغمبر فقط مال دوره حیاتشون نیست، الانم انا و علی ابوا هذه الامه، اما الان این دست در آستین فرزندش حجت ابن الحسن سلام الله علیه. مردمان صفه که نوعا اینا خب فقرایی هم بودن و دردمند و گرفتار، فقیر و مستمند بودن، در محل صفه حالا به تعبیر امروزی آلاچیق مانندی رسول خدا براشون فراهم فرموده بودن و اونجا استراحت میکردن، غذا میخوردن، خانمانی نداشتن. خود پیامبر اکرم هم صلی الله علیه و آله و سلم گاهی بر اونها غذایی، خوراکی، میوه‌ای، نانی، چیزی پیامبر اکرم بر اونها میبردن، به رسم هدیه به اونها میدادن. گاهی هم رسول خدا می نشستن کنار سفرهشون و از سفره سادهشون لقمه بر می داشتن و نوش جان می کردن. ولی اونی که جالبه در تاریخ نقل شده اینه وقتی رسول خدا عبور می کردن، حالا بعد از نماز یا قبل از نماز به مسجد، وقتی از کنار محل اصحاب صفه رد می شدن، تا اینا نگاهشون می افتاد به پیامبر اکرم، سرشون رو بلند می کردن، یه نگاهی از سر مسئلت و تمنا. گاهی دیدید نگاه خواهشه، ممکنه گفتاری در اون نباشه اما نگاه تمناست، نگاه مسئلته، نگاه اینی که به من توجهی بکن. گفتن الا تأکل معنا یا رسول الله، یا رسول الله کنار ما نمی نشینی، با ما هم غذا نمیشی، لقمه‌ای بر نمی داری،
از سفره ما چیزی نوش جان نمی کنی. پیغمبر می نشستن روی زمین بلکه روی خاک، دامن عبا و رداشون رو جمع می کردن و از سفره ساده اونها لقمه بر می داشتن و در سیمای اونها پیغمبر به محبت نگاه می کرد و می نگریست. این پدریه دیگه. خود پدر بودن رسیدگی مالی، رسیدگی معنوی، جسمی، روحی، عاطفی. یه نمونه عاطفی برای شما عرض بکنم در تاریخ داره. شاید سلمان فارسی این جمله رو نقل کرده باشه که وقتی رسول خدا با کسی مصافحه می‌فرمود، که خب مستحبم هست و همه میدانیم، مصافحه پیغمبر اکرم با کسی می‌فرمود، رسول خدا اول کسی نبودن که دست مبارکشون رو می‌کشیدن. این یه لطافت روحیه. ببینید آسمون به زمین نمیاد اگه آدم اینو مراعات نکنه ها. اما خب نشون دهنده این ظرافت و لطافت و توجه عاطفی و روحیه دیگه. پیغمبر اکرم اول دستشون رو نمیکشیدن، صبر میکردن هر وقت اون دستشو میکشید. این یه لطافتی است. حالا میتونه یه معنای معنوی هم داشته باشه، یعنی شما دستتون در دست ماست مادامی که خودتون نخواسته باشید دستتون از ما بکشید. از جهت باطنی و معنوی میگم، پیوسته دستتون در دست ماست، مگر اینکه یک کسی اصرار داشته باشه دستشو بکشه. و اگر فرزندی ناخلف یا کم خرد دستشو از دست پدر جدا کرد، خدایی نکرده زبونم لال دوید وسط خیابون، خدایی نکرده زبونم لال اتفاقی افتاد، ماشینی، تصادفی، خدایی نکرده، پدر رو مذمت میکنن، ملامت و سرزنش میکنن، میگن چرا عقل به خرج ندادی؟ دست تو که در دست گرم و مهربان پدرت بود، پشتت به کوه بند بود، در امنیت سایه پر امن و امنیت پدر بودی، چرا دست تو کشیدی؟ همه او رو ملامت میکنن، میگن چرا از این حفاظ بیرون آمدی؟ شاید یه معنای دست دیرتر کشیدن رسول خدا این باشه. و شاید سلمانه، میخوام پدری های رسول خدا رو بگم که امروز تجلیش در وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه هست، تجلی و جلوه‌گریش، که رسول خدا در نگاهشون هم، اینم خیلی جالبه، رسول خدا در نگاهشون هم عادل بودن، یعنی در تقسیم نگاهشون. اینم نکته ایه، در تقسیم نگاهشون. مثلا با مردم خطابه ای داشتن، اونا رو مورد خطاب قرار میدادن، عدالت پیشه میفرمود در نگاهشون. و ظریفتر و لطیفتر این جمله که فرمود، در عین حال که رسول خدا در نگاهشون هم عادل بودن، در عین حال هر کسی میپنداشت که رسول خدا یه محبت ویژه‌ای به او دارن، یه عنایت مخصوصی به او دارن. از شکل نگاه پیغمبر تصورش این بود که رسول خدا یه توجه ویژه‌ای به او دارن. شما مجموعه این کمالات رو جمع کنید، این پدری حقیقی و واقعیه. وقت برادر من، خواهر من، میشه ما از نگاه این پدر محروم باشیم؟ مگر اینکه میگم خدایی نکرده یه فرزند ناخلف پر شیطنتی دستشو از دست پدر جدا کنه بدوی وسط خیابون. اما تا زمانی که دست در دست گرم بابا هست که در همه امنیت هست. و انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی دو پدر این امت هستیم، دو پدر. و آقا رسول خدا امیرالمؤمنین این پدری و ابوتشون همچنان بجاست، منتها به شرطی که اون پسر یا دختر پدری پدر رو فراموش نکنه، بابایی بابا رو فراموش نکنه، به قول خودمون لگد به بخت خودش نزنه، به اون پدر سلام کنه. وقتم رو به اتمامه، اما هر روز به اون پدر سلام کنه. السلام علیک یا صاحب الزمان. شما فرزند خاتم الانبیایی، شما فرزند آقا امیرالمؤمنینی. میخوام صبحمو با سلام به پدر آغاز کنم. فرزندان مؤدب به پدر شب بخیر میگم. بابا شبتون بخیر. چه اشکالی داره من صبح بخیر به صاحب الزمان بگم، شب بخیر به اون آقا بگم، اون آقای مهربانی که میلیارد میلیارد برابر مهربان تر از پدر مادی دنیوی ماست. مگه میشه جبران نکند؟ مگه میشه به ما توجه نکنه؟ صبحمو با سلام به پدر آغاز کنم، شامم رو با خدا حافظی به اون پدر آغاز کنم.
اون آقا فراموش نمیکنه، مهرورزه، مهربانه. السلام علیک یا صاحب الزمان. تبریک میگم به شما ای پدر مهربان، ای مهربان ترین پدر. عید مبعث جدتون رسول خدا رو. یا صاحب الزمان، شما پدر ما هستی، هوای ما رو داشته باش. یا علی.